در سالهای اول دانشجویی من برنامه‌های از خودم کلانسالان را تماشا می‌کردم و به آنها هوس می‌کردم و پیش خود مقصد می‌گذاشتم که اگر سطح دانشی حقوقی من زیاد شود البته من هم در همین سامانه‌ها شبکه‌های خود را می‌کشایم و اولا سال گذشته در شبکه فیسبوک گروه خود را کشادم و در نتیجه کشادن این گروه به شهروندان معقول افتید و دایره اشتراکچیان آن گروه زیاد شد. در نتیجه فعال گردن این گروه من باز برای عملی گردن مقصدهای خود در یوتیوب نیز کانال خود را کشادم که این کشادن کانال نیز به شهروندان معقول افتاد و حالا در انکشاف قرار دارد. یکی از پرابلم‌های اساسی که شهروندان دارند این ندانستن حقوق‌های خود نوشکی وابسته به ندانستن این حقوق‌ها در نزد مقامات و شخصان دیگر سرخم می‌شوند. مقصد اساسی من این فهماندن حقوق‌های شهروندان و یاری رساندن به آنها باشد و حالا که در شبکه‌های اجتماعی گرچند یوریستان فعالیت کنند هم لیکن به سطح کافی به شهروندان حقوق‌های آنها را فهمانده نمی‌توانند و از همین سبب نیز مقصد اساسی من فهماندن حقوق‌های شهروندان و راه نشان دادن به آنها می‌باشد. سمت‌های فعالیت ما گوناگون باشه و یکی از سمت‌های اساسی ما این جواب گردانیدن به سوال‌هایی که در شرح‌های ویدیو شهروندان می‌نویسند و اینچنین شهروندان در پیام‌های شخصی سوال‌های خود را می‌نویسند که ما همه آنها را جمع کرده در یک ویدیو در شکل عموم به شهروندان پیشنهاد می‌نماییم.